تا حالا میدونستی یه بود قرار بود ماینکرافت اضافه بشه به نام اسکای که هیچ وقت اضافه نشد؟ بیا بهت بگم چرا. این بود زمانی معرفی شد که ناش تصویری از آن در حساب کاربری توییترش به اشتراک گذاشت و طرفداران با چیزی کاملا جدید روبرو شدند که در واقع قرار بود بهشتی برای ماینکرافت بشه، همونطور که از نیدر به عنوان جهنم یاد میشه. صبر کن من آوردی تو ویدیو گفتی صدات قشنگی، بیا حرف بزن بازیت بیشتر میخوره. من چی حرفی بزنم؟ همش خود داری میگی. بابا کو تا آخر ویدیو باز میتونی حرف بزنی که هنوز تو آخر است. بذار اینا رو من بگم بعدن تو بگو. میکروفون از رو دهنت بگی روم بر اصلا نمیفهم چی میگی. بذار اینجا رو من بگم بعدا حالا خودت بگو. حالا که عجله داری بابا، بذار بگم. حالا ساکت شدی و وقت ویورا رو نگی. بذار اینا رو بگم من باید برم. اضافه تو که نیستم بشنم مثلا وای ویدیو مسخرت. حالا اینا رو تو بگو، بقیه‌شو من میگم. خب آقا، از طرف میان سازندگان ماینکرافت در مسابقه‌ای که با وبسایت سعودی چی نوشته این؟ نمیتونی حرف بزنی باز چی میگی من بگم؟ بذار بقیه‌شو من میگم راحت. رفعه شدی اصلا قرار ویدیو کوتاه بگیرم، یه دقیقه شده، یه دقیقه کوتاه میخوای جا بگیری. بذار حرفمو بزنم دیگه. خب آقا، این بود قرار بود تو آپدیت ادونتوری اضافه بشه و دروازش هم قرار بود همون دروازه بهشتی بشه که ما سر درست کردنش پایین شدیم و آخرش هم ضایع شدیم هیچی به هیچ. خب میذاری بقیه‌شو من بگم یا نه؟ نه خفه شو، تازه رسیدیم به جای خوبش. آقا این ناش در دقیقه 90 زد زیر قولش و گفت اسکای بی اسکای. به هممون خندید. زهر ما مردی که نفر هم منتظر بودیم. خب آقا اینم بالاخره رفت. حالا میتونم منم توضیح بدم. آقا بعد مدتی ناچ اعلام کرد که ندر به اندازه کافی سرگرم کننده بوده و نیازی به آوردن یه بعد جدید مثل اسکای نبوده. اما بعداً دنیای اندر دراگون بازسازی شده از دنیای اسکای آورده، نه خیلی بازسازی شده، یه ذره مثلا جهانش و مثلا جزیراش این جزیرات اسکای معلقه. همین. امیدوارم از ویدیو خوشتون اومده باشه. سابسکرایب کنید، ممنون میشم. بابا این اسکول رو سابسکرایب کنید دیگه. چند وقت دارم واسه ویدیو ادیت میکنم، پول منو نمیده، میگه بزن سابسکرایب کنم بعد پول میدم. بابا مرتی که پول منو بده.